دوستانی کل تاجیکستان اعلام کرد که مقامات انتظامی در رابطه با مناقشه گروهی کم سابقه در دوشنبه 16 نفر را دستگیر کردند. دوستانی روز 6 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایت خود گفت که این 16 نفر به افبوشی و نابود کردن اموال غیر متهم میشوند و عین زمان تحقیق پرونده جنایی آنها ادامه دارد. این جوانان روز 28 مارس در محله معروف به نام گپرزیم در شهر دوشنبه و نزدیک به یک قرارگاه سربازان روسیه با هم جنگ و زنوزنی کردند. مایه نگرانی ساکنان شهرک شدند. از بس که گروهی از این جوانان برای خود نقاب کشیده و با کلتک مسلح بودن سبب ترس و هراس و اضطراب ساکنان محله شدند. دوستان کل تاجیکستان دو جوان شاروخ رازق و نجیبالله براتوف سرکرده های افبوشی و عاملان اساسی زنوزنی نامیده و گفته است که دو نفر بعد دعوا و زنوزنی با هم دیگر رفیقانشان را برای نقاب گرفتن از هم دیگر دعوت میکنند و مدت تخمینا 15 دقیقه ترتیبات جمعیت را داغلون و ویران نموده آرامی جمعیت را خلل دار میسازند. بعد این هم مناقشه پایان نمییابد و ساعت 7 شام شاروخ رازق و یک گروه جوانان را برای انتقام گرفتن از نجیبالله براتوف به محله گپرزیم و شهرک حربیان میبرد و گفته دوستانی بعضی از این جوانان در رویشان نقاب داشتند و با چوب قبور و ارماتورا مسلح بودند. چون براتوف را پیدا نمیکنند آینه و شیشه های چند ماشین از جمله ماشین یک شهروند روسیه را میشکنند و ترتیبات جمعیتی را حدود نیم ساعت داغلون و ویران میکنند. بعد این حادثه ساکنان محله به رادیو زودی گفتند که از دیدن جوانان نقاب پوش به اضطراب افتاده سخت ترسیدند. از جمله دلارام ساکن محله گپرزیم گفت تمام شب خواب نکرده است. بعضی از ساکنان گفتند که خصومت شخصی ظاهرا سبب مناقشه شده است و بعضی از جوانان هنگام مناقشه نسبت بچه‌های گپرزیم فریاد می‌زدند. دوستانی تاجیکستان میگوید که بعضی از آنهایی که در مناقشه شرکت کردند دانشجو هستند، اما سین و سال هیچ یک از آنها و ساکن کدام محل بودن متهمان به افبوشی را ذکر نکردند. در تاجیکستان که جنگ شهروندی را پشت سر کرده، جنجال و زنوزنی های گروهی را با حساسیت قبول میکنند و ظاهرا متهمان به افبوشی را جزای سخت انتظار است. اگرچه در گذشته در پایتخت تاجیکستان زنوزنی گروهی بین جوانان و بخصوص نابالغان دیده شده است، اما ضرر رساندن به ملکیت جمعیتی و آن هم آشکار حادثه بی‌سابقه است.